دیگه در پهلوش برج انار است و هیچ چیزا دیگه. تو با پیش میریم ما هم پیاده روک سبز و سرد. هوا سرد است دوستا، واقعا هوا سرد است. چای صبحانه میتن کویت چای رستوران تو تنها چای نیست، چون این پراته هم است. مردم دیگه ذره ذره آفتاب میپاله دوستا. دوستان عزیز، اینی هم از نمای زیبای کابل کراون کابل. یک از شهرهایی بگذاریم اون طرف از چهار راهی ترافیک شهر کابل. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین. این بلاک رو در روبروی ما میبینین از این تاور نیست، تاری عزیز ببخشید. این کو طرف سرک بریم که براتون درسته رو بهتر ایره نشان بدم. ما دیگه در دوستان عزیز در کلولا پشته شهر کابل هستیم. کلولا پشته از زیباترین و بهترین جاهای شهر کابل. قسمی که در تصویر میبینین اینی ستاره عزیزی است، بسیار بزرگ هم از دوستان عزیز نگفته نمونه. ببینین هر تا آخرش بسیار بزرگ است. دیگه در پهلوش برج انار است و هیچ چیزا دیگه. تو با پیش میریم ما هم پیاده روک سبز و سرد. هوا سرد است دوستا، واقعا هوا سرد است. یک پیاده روک زار بازی چقدر زیباست واقعا. بیادر رو میبینین اون دستای خود گرم داره. سرد اما تو سرده که دست پای دیگه دوستان عزیز میچکانه. دوستان عزیز برج انار است، برج انار میگن البته برش. خب برج نیست، همین یک آپارتمانک ساده هست. افغانستان از اون برجای بلند بالایی مثل دبی و از اونا نداره. دورا در مکرویان هست چندانه، در شهرارا هست و هم عزیز نامش اگر دیده باشین نیکا هستن و باز بسیار خوبش و عالی هستن. دوستان عزیز چای صبحانه میتن کویت چای رستوران تو تنها چای نیست، چون این پراته هم است. مردم دیگه ذره ذره آفتاب میپاله دوستا. این طرف هم نیکل دوکانه خالی شده، نمیفهم کیا چرا خالی شده. یک کلب بود، کلب هم از این هتل جمع شده، کلان هتلش چطور میکنن بازسازی میکنن یا نمیفهم. به هر صورت که هست اما دکان جمع شده مکمل.
طرف هم فرنیچر فروشی ها دوستان عزیز یک کلاله پشته. حالا دیگه کم کم میرسیم به طرف چهار راهی ترافیک شهر کابل. برکی اتفاق گذرد کوچه اول. میام کابل کراون دوستان عزیز که رستورانتش نامش دیگه استانبول فامیلی رستوران کافه هست. چهار راهی ترافیک شهر کابل است دوستان. مردم منتظر موتور هستن که برن به طرف چی نام داره شهر نو. مردم میتونن برن شهر نو. کلگی هم یک قسم خود پیچانده که همونطور دیگه کابل کراون دوباره براتون نشان بدم دوستان عزیز. یعنی هم از نمای زیبای کابل کراون کابل. یک از شهرهایی بگذاریم اون طرف از چهار راهی ترافیک شهر کابل. انگشتار یخ میبره دوستان. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.